ضمن بازدید از قسم حربی 45045 و ایالت اسکربچه‌ها، پدر و مادران، جوانان، دانشجویان کالج و لیسی‌های کسبی ناحیه شهرنو با شرایط خدمت و بدوباش سربازان از نزدیک آشنا گشته، همچنین با افسران دایر به وضع کنونی حیات اسکربچه‌ها ملاقات روبرو انجام دادند. نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه نیز ضمن بازدید با سربازان و افسران صحبت آراسته با آنها خدمت صداقتمندانه تمنا کردند. والدین اسکربچه‌ها را بردم و سالم از نگاه جسمانی آبوتاب یافته و با چهره‌های خرم دریافت نموده به هیئت قماندانی قسم حربی و در سیمای آنها به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامالی رحمان برای غمخواری روح افزون در حق سربازان سپاسگزاری‌های خود را بیان داشتند. هدف اساسی برگزاری چنین چهاربینی‌ها این هدایت نمودن جوانان در روحیه وطندوستی است و شناسایی کل جوانان ناحیه از بدوباش افسران قسم نظامی بودند. مقصد این است که باید امروز کل جامعه از شرایط و امکانیت‌هایی گویم که قسم‌های نظامی چقدر که برخوردار هستند آگاهی پیدا نمایند. چطور که معلوم است مقصد اساسی پیشروی معظم ملت این مهیا نمودن شرایط بهترین زندگی و انکشاف آزادانه برای جوانان است و ما جوانان ناحیه در این ردیف کوشش می نماییم که نیرو و اقتدار جوانمردی خود را بهر آبادی همین میهن عزیزمان سفربر نماییم. نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ضمن سخنرانی خویش قید نمودند که امروز قواهای مسلح مملکت خیلی تشکل یافته از جهت تامینات مادی و تکنیکی، قدرت و مهارت حربی و انتظام هیئت شخصی نسبت به سالهای پیشین فرقیت زیادی دارد. ارتش ما امروز استقلالیت و تمام هستی تاجیکستان عزیزمان را سربلندانه حفظ می‌نماید و برای هر جوانمرد باعث افتخار است که همچون سرباز در صف ارتش قرض شهروندی و جوانمردی خود را ادا نماید. از буду бошти наваскарони қисми низомӣ дида намудем ки дар инҷо яъне наваскарон шарту шароити хуб доранд ва худ хизмат ба ватан модар ин қарзи фарзандии ҳар як ҷавон мебошад ва мо низ ҷавонон баҳри обод гардонидани ин ватан мехоҳем саҳмгузор бошем. در قسمت فرهنگی چهاربینی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، دانشجویان کالج و لیسی‌ها و ورزشکاران ناحیه برنامه‌های رنگین را پیشنهاد مهمانان و سربازان و افسران نمودند.